سلام، اپیزود دوم. ژان باتیسته از اقتصاددانان معروف فرانسه است که کتاب مهم اقتصادش رو در سال 1803 تحت عنوان رساله درباره اقتصاد سیاسی منتشر کرد. اون عقاید اسمیت رو گسترش میداد و به خاطر قانونی که مطرح کرد به نام قانون 3 بیشتر مشهور شد. قانون 3 بر این مبنا بود که میگفت هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره. نتیجه مهمتری که کلاسیک‌ها از این قانون گرفتن این بود که میگفتن تحت شرایط انعطاف پذیری قیمت‌ها نظام اقتصادی در بلند مدت همیشه تو سطح اشتغال کامل و دارای وضعیت تعادلی خواهد بود. از دیدگاه ژان باتیسته تعادل عرضه و تقاضا به خودی خود و بدون احتیاج به مداخله دولت حاصل و تأمین میشه. او مثل اسمیت به محاسن آزادی ابتکار در زندگی اقتصادی قائل بود و دولت را کارفرمای صنعتی ناصالحی میدونست که باید هرچه بیشتر از هزینه‌های دستگاه خود بکاهد تا وصول مالیات تحمیل زیاده از حدی بر مولدین ثروت نباشد. سه ریبلار بود و مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی. لیبرال به کسایی میگفتن که مخالفت میکردن به دخالت دولت و اما مکانیزم نرخ بهره و قانون سه بر این هم معتقد بود که دو نیروی سرمایه گذاری و پسنداز نرخ بهره حقیقی را تعیین میکنن و تغییرات در نرخ بهره به عنوان یک نیروی متعادل کننده عمل میکنه که برابری بین تقاضا و عرضه وجود را حفظ میکنه. توماس رابرت مالتوس از دانشمندان مشهور بدبین اقتصاد کلاسیک است که در سال 1766 در انگلستان به دنیا آمد. قانون معروف مالتوس راجع به این توضیح میده که میگه جمعیت انسان ها تمایل داره به صورت هندسی یا نمایی رشد کنه، یعنی خیلی سریع و با نرخ ثابت افزایش پیدا کنه، اما منابع غذایی و تولید مواد خوراکی تنها به صورت حسابی یعنی خطی افزایش پیدا میکنه، یعنی کندتر و محدودتر. با این تضاد باعث میشه که اگر جمعیت از حدی بیشتر بشه که منابع غذایی بتونه تامین کنن، به دلیل کمبود غذا و مرگ و میر افزایش پیدا میکنن یا میزان تولید کاهش پیدا میکنه از طریق قحطی، بیماری، جنگ و غیره. بنابراین رشد جمعیت به طور طبیعی با محدودیت‌های منابع کنترل میشه و همیشه خطر بحران‌های غذایی وجود داره. مالتوس این قانون رو برای توضیح چرخه‌های رشد و سقوط جمعیت و تأثیر اون بر اقتصاد و رفاه اجتماعی به کار برد. اپیزود بعدی راجع به 3 نظریه مهم ریکاردو. از اینکه با ما بودید ممنونم و مرسی که سابسکرایب میکنید.